به نام خداوند بخشنده و مهربان. همکاران عزیز، اینک صحبت نوبتی خود را آغاز میکنیم و موضوع ما همونطوری که اعلام شد تأثیر کرونا ویروس در تاجیکستان و چگونه حکومت تاجیکستان به خصوص رهبری دولت تلاش میکنند که در این شب و روز بحرانی دقت مردم را از مسائل اساسی به مسائل دیگر بکشانند و یا برعکس گاه‌ها بعضی سیاست‌های اشتباهی خود را با استفاده از این وضعیت می‌خواهند که پیاده کنند. خب حالا می‌خواستم چند نکته را در آغاز برنامه درباره وضعیت امروزه بگم، اگرچه خودم تصمیم نداشتم که درباره کرونا ویروس و تاثیر آن در جامعه این لحظه صحبت کنم، چون موضوع ما بیشتر درباره تخریب بیناهای فرهنگی شهر دوشنبه و این چنین بالا بردن نرخ اینترنت باید می بود، اما چون وضعیت کشور به این طور هست که مسئله یا موضوع کرونا ویروس در تاجیکستان به یکی از موضوع خیلی هم داغ تبدیل شده است و نمیتواند یک نیروی سیاسی، یک سیاستمدار از این موضوع خود را کنار بگیرد. خدا را شکر میگیم که تا امروز هیچ حالت کرونا ویروس در کشور ما ثبت نشده است و خدا کنه دعاگو باشیم همگان که ملت ما را، کشور ما را از این ویروس نگه بدارد و باید با استفاده از این فرصت بگویم که هم اون مسئولین کشور که تا این لحظه خیلی زحمت کشیدند برای آنکه ویروس وارد تاجیکستان نشود، چی از مقامات دولتی بخصوص از کارمندان ساحه طب باید از آنها تشکر کرد، با آنها میnnتداری بیان کرد، بخصوص کارمندان طب که با وجود آنکه معاش خیلی کم دارند، با وجود آنکه شرایط خوب ندارند، واقعا هم احساس می شود که در این شب و روز زحمت زیاد میکشد و با آنها تشکری خود و تمام همراهان همکاران را بیان میکنیم. اما دوستان عزیز، روزهای اخیر سر و صدا خیلی زیاد شده است و جامعه تاجیکستان به دو قسم تقسیم شد. یک قسم برانند که با موقع رسمی تاجیکستان را حمایت میکنند که در تاجیکستان تا امروز یگان حالت کرونا ویروس ثبت نشده است. یک قسم دیگر اگرچه هیچ کس نه دلیل دارد نه یگان فکت تایید شده هست درباره آنکه بالاخره این ویروس در تاجیکستان هست، اما یک بی‌اعتمادی نسبت موقع حکومت، نسبت اون اطلاعاتی که حکومت به جامعه پیشنهاد میکند وجود دارد. ما در پیمان ملی تاجیکستان بر این نظر هستیم، هم صحبت اولم 2 هفته قبل گفته بودم که باید که ما تلاش کنیم بیشتر به موقع رسمی هم حکومت تاجیکستان و هم سازمان‌های بین‌المللی سیاست‌های خود را، موقع خود را و حرف‌های خود را بینا کنیم. چرا؟ برای آنکه اونها به حقیقت نزدیکترند، به آمار نزدیکتر هستند، اما همزمان ما باید تمام این معلوماتی که از طرف مقامات رسمی می‌آیند با نگاهی تحلیلی و انتقادی مناسبت کنیم. انتقادی به معنی آن نه که تنقید کنیم، انتقادی به معنی آن که بیشتر تحلیل شود، از سرچشمه‌های دیگر هم استفاده شود و به یک رشته منطقی، به یک خط منطقی باید ما نگاه کنیم که آیا واقعا اون چیزی که مقامات میگن با داده‌های علمی، با معلومات‌هایی که در جهان هست موافقت میکند یا نه. حالا تصور کنیم که کرونا ویروس در تاجیکستان نیست و باز تکرار میکنم دعاگو هستیم و همگان باید تلاش کنیم که این چنین نشود، اما سیاست‌های خود را، نگاه‌های خود را بر مبنای آن بریزیم که کرونا ویروس نیست، ان شاء الله در آینده نخواهد آمد و تاجیکستان از جمله کشورهای معدود خواهد ماند که در اون با این مناسبت کرونا ویروس وارد نمی‌شود. اما بعد از ویروس چی؟ همه ما می‌دونیم که جهان تغییر خواهد کرد بعد از این ویروس. مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی، سیاسی و حتی مناسبت‌های فرهنگی، رفت و آمد مردم تغییر خواهد کرد و تاجیکستان ما هم به تأثیر نخواهد ماند. پیمان ملی تاجیکستان بخصوص در اون 10 پیشنهاد مشخصی که ما 2 هفته قبل کردیم بر اون روانه شده بودند که درباره مرحله بعد از ویروس ما فکر کنیم که این به تاجیکستان ما چه تأثیر خواهد رساند و نباید ما وارد بحث داغ امروزه شویم که
همچنین یا متخصص ساحه تیپ صحبت کنیم که آیا واقعا در تاجیکستان کرونا ویروس هست یا نیست. این را واگذار میکنیم به مقامات رسمی و به کسانی که این مسئولیت را دارند. اما هموطنان عزیز بیاد منطقی فکر کنیم که تاجیکستان ما از جامعه جهانی کنده نیست. تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکردیم، من دقیقاً 2 ساعت پیش نگاه کردم، کشورهایی که تا امروز به آن کرونا ویروس وارد نشده است در جهان نزدیکی بین 15 تا 18 تا است. سازمان ملل 18 کشور رو میگوید که تا امروز از نزدیکی 200 کشور دچار این ویروس نشدند. بعضی سرچشمه‌ها میگن که شماره این به 15 کشور رسید. در همین 2 روز اخیر علاوه 3 کشور دیگر هم این ویروس رو متاسفانه گرفتن. چون اثبات شد اخیراً که نه تنها از طریق انسان ها این ویروس انتقال می‌یافته است، چون که پیشتر متخصصان میگفتن، علاوه معلوم شد که از طریق حیوان ها هم متاسفانه این ویروس میتواند انتقال یابد. دیگر ما نمیتوانیم مرزهای خود را در برابر حیوان ها، پرنده ها و خزنده ها بگیریم و خدا کند که باز هم دعاگاه هستیم که این حالت نشود، اما باید آماده بود. و اگر روی خط کشورهایی را نگاه کنیم که تا امروز ویروس تاجدار را ندارند، حالا همون 18 کشوری که سازمان ملل متحد اعلان کرد، من انصافا باید اعتراف کنم و یک کمی با خجالت هم که نام بعضی از کشورهایی که در این روی خط هستند نمیدونستم، چون خیلی کشورهای خرد و معیده هستند. تنها از کشورهای این 18 کشوری بدون ویروس، مثلا کشورهای مثل ترکمنستان، تاجیکستان کشوری عزیز خودمان، یمن و کره شمالی را بیشتر میشناختن، میدونستن، چون اونجاها بودیم و معروف هستند. اما کشورهای خرد و جزیره‌ای مثلا جزیره های مارشال یا اینکه جزیره های خرد که در بحرهای هستند، در اوکیانی مثلا آرام هست، در اونها همگی ممکن مساحتشون برابر یک شهر یا یک دهه هست، حد اکثر 100,000 150,000 اهالی دارن. اونها با طبیعی است که با نظر تحت تاثیر اون عامل جغرافی که از تمام دنیا کنده هستند و با آب احاطه شدند، با کرونا ویروس نمیره، زیرا تردد نیست، رفت آمد انسان ها نیست. اما در کشورهای دیگر که در اونجا اقتصادیات در رواج هست، هواپیماها پرواز میکنن، پایزها میروند، مردم رفت آمد زیاد دارن، در اونجا میبینیم که کرونا ویروس خیلی زیاد رشد کرد. و حالا بالفرض بگیریم که در کره شمالی، در ترکمنستان، در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. من اصلا درباره ترکمنستان و کره شمالی گپ نمیزنم، برای که شما خودتون از من بهتر میدونید این دو کشور چی وضع دارد و وقتی خود رو هم صرف نکنیم. اما من باید بگم که تاجیکستان ما هم در جزء این کشورهای هست که در اون کرونا ویروس نیست. 2 علت میتواند باشد. اولش اگر خوشبین باشیم و اپتیمیستانه نگاه کنیم، خوشبینانه نگاه کنیم، این است که یا با یگان تحت تاثیر عامل‌های جغرافیک رفت و آمد با تاجیکستان که در یک گوشه دنیا هست کمتر هست، نه افتیر این ویروس با کشوری ما، و حکومت تاجیکستان توانست سری وقت مرزهای خود را با خیتای، با ازبکستان، با قرقیزستان، با افغانستان ببندد. رفت و آمدی مردم که نشد، این ویروس هم راه نیافت. این خیلی هم یک تحلیل خوشبینانه هست. اما تحلیلی حالا پسیمیستی یا شکاکانه این است که نه، تاجیکستان هم مثل هر کشور دیگر متاسفانه در اون وارد شده است این ویروس با هر راهی که باشد، اما تا به این روز یگان حالت به طور رسمی در بیمارستان‌های کشور ثبت نشده است. و دوستان عزیز، یک نکته رو فراموش نکنیم و آنچنانی که ما و شما از رسانه ها، از تحلیل های علمی میدانیم، بیشترین کسانی که این ویروس در آنها تاثیر میکند و نشانه هاش معلوم است، یک گروه خردی هست که اونا رو میگن گروه ریسک، این کلانسال ها بالای 60-65 سال و کسانی که مشکلی تنفسی دارن و در اونها بیشتر این نشانه های ویروس یا تاثیر ویروس آشکار می شود. اما در انسان های عادی، جوان ها بخصوص، کسانی که بدنی سالم دارن،
و ایمونیتشون قوی هست، اینها میتوانند ویروس داشته باشند اما خودشون یا درک نمیکنن یا خود جسد بدن با همون سیستم قوی ایمونیتشون این را برطرف میکند و انسان ها میگردن. اخیرا یک نواری که دوستان فرستادن، منم از یک متخصص تماشا کردم، برای مثال در ایسلندیا که 500,000 اهالی دارد، 5% اهالی را تست کردن، سنجش گذاراندن و معلوم شد که از مجموع کسانی که در آنها این ویروس کرونا پیدا شد 50%شون حتی احساس نکردند که در آنها ویروس هست، زیرا جوان بودند، سالم بودند و یا تبابت شدند یا در مسیر تبابت یابی هستند. اما کسانی که مشکلی دارند اونها به دکتر مراجعه میکنند. بنابر همین من این قسمت رو خلاصه میکنم، دعوت میکنم از همه هموطنان که نه بیایم بگیم که در تاجیکستان ویروس هست و بر مبنای این حرف ها موقع های خود را بنا کنیم، زیرا تا هنوز ثبت نشده است و نباید کسی را گناهکار کرد. و نه بیایم بگیم کاملا رد کنیم که نه، تاجیکستان ما کاملا از این ویروس خالی هست و حالا دلمون هر چی که میخواهد بکنیم و بگوییم. و اگر کسی هم دعوت کرد، صدا بلند کرد که بیاید چاره های پیش بینی کننده رو بگیریم و از این حداقل توصیه هایی که جامعه جهانی پیشنهاد میکنند، متخصصان پیشنهاد میکنند، از اونها استفاده کنیم و اونها را نه خواهید بینامیم، نه وطن فروش، نه دسیسه باز و نه کسی دیگر. ما هممون در یک کشتی نشستیم، خدای نکرده اگر آمد بعد هموطنان ما در کشور درک خواهند کرد که این چی وضعیت است. ما که در اروپا هستیم میبینیم، حالا 2 هفتهش ما خانه نشین هستیم، همه اقتصاد تقریبا ایستاده است، کارخانه ها کار نمیکنن، دانشگاه ها و مدرسه ها کار نمیکنن. باز این اروپا است که همه چیز آماده هست، همه چیز تیار هست، وجود دارد، اینترنت با بلندترین سرعت وجود دارد، در مغازه ها همه چیز هست، حکومت ها پول را داده ایستادند به کسانی که کارخانه‌هاشون از کار موند، به تاجرها. اما تصور کنید در تاجیکستان ما چی وضعیت خواهد بود. در روسیه که اینقدر پولها میلیاردهای نفت و گاز را دارند، الکی مشکلات با وجود آمد. یا در قزاقستان، در ازبکستان، تاجیکستان ما که تقریبا هیچی ندارد. اون کسانی که آگاهی میکنند و توصیه میکنند به مسئولین، به حکومت یا به شهروندان که از احتیاط کار بگیرید، فارغ بالی نکنید و داده نشوید به اون، والا فریب نگویم، ولی به اون آرام کنی صنعی که در ما چیزی نیست و مدرسه ها باز، مکتب ها باز، نوروزگاه ها باز، ورزشگاه ها باز. من فکر میکنم که این یک رفتاری خیلی هم بی‌مسئولیتانه هست. اما دوستان عزیز، ما در پیمان ملی تاجیکستان همونطور که گفتیم الان وقتی که صحبت میکنیم نه درباره خود ویروس، بلکه بیشتر درباره سیاست هایی که در برابر این بحران گرفته می شود. چون پیمان ملی تاجیکستان یک حرکت سیاسی است. ما تشکیلات طبی نیستیم، ما تشکیلات اقتصادی نیستیم، فرهنگی نیستیم، ما یک تشکیلات سیاسی هستیم و من هم که امروز مسئولیت این پیمان را به دوش دارم، به مسائل از نگاه سیاسی بها میدهم. بعضی دوستان میگن که بیاید مسئله رو سیاسی نکنیم. چگونه میشه یک مسئله سیاسی را سیاسی نکرد؟ این مسئله الکی سیاسی است، جهانی است، این به همه چیز تاثیر رسانده ایستاده است. رفتارهای ما نسبت این قضیه باید که سیاسی باشد، زیرا اگر حکومت چین سیاسی رفتار نمیکرد، تصمیم های سیاسی نمیگرفت، نمیتوانست این مشکل را مهار کند و همچنین که رهبران کشورهای دیگر مناسبت کرده ایستادند. اما وقتی که ما میگیم که مسئله که 100% سیاسی است، بعضی دوستان میگن که سیاسی نکنیم. برعکس من میگم که به این مسئله از نقطه نظر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و طب باید نگاه کرد، از نگاه علم باید مناسبت کرد. اما اون چیزی که من راضی هستم و خودم هم دعوت میکنم هموطنان رو این است که ما این وضعیت را برای همچنین یک وسیله برای تاختن علیه کسی، برای سیاه کردن طرف دیگر استفاده نکنیم. و متاسفانه این احساس می شود و ما می بینیم که هم برخی از جامعه حالا به اصطلاح اپوزیسیونی خیلی هم در اون جاهایی که حکومت ها گناهکار نیستند دیگر،
میان حکومت رو تنقید میکنن و همچنین حکومت یا طرفداران حکومت کسانی را که مردم را هشدار میتین دعوت میکنن به احتیاطی بیشتر، اینها را با همون تمغه های پیشینه خیانت و وطن فروشی و دیگرها متهم میکنن. اما وقتی ما میگیم که از نقطه نظر سیاسی باید بها داد، ما و شما دوستان عزیز بخصوص خود ما در پیمان ملی تاجیکستان بر این نظر هستیم که بیایم تحلیل کنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص نفر اول نسبت این قضیه چگونه رفتار کرد. حالا نه به خاطر تنقید یا تعریف، فقط تحلیل تا اینکه خودمان آگاه باشیم همچون شهروند، همچون اندازسپارنده، همچون کسی که در اون وطن، اگر شخصا الان من نیستم خش و تبارم هست، بالاخره من مسئولیتم همچون رهبر پیمان ملی تاجیکستان آن هست که باید درباره وضعیت تاجیکستان صحبت کنم و تأثیر برسانم به وضعیت تاجیکستان. بنابراین ما الان خودی من هم میخوام چند دقیقه درباره آن صحبت کنم که رفتارهای حکومت تاجیکستان و بخصوص شخصی اول بعد از آن که معلوم شد که در تاجیکستان خطری کرونا ویروس وجود دارد چگونه بود. ببینیم اولین خبر درباره پیدایش کرونا ویروس در آسیای مرکزی فکر کنم 12 مارس بود، وقتی که در قزاقستان پیدا شد و بلافاصله رهبریت قزاقستان اعلام کرد و دنبال دیدن چاره‌ها شد، مرزهای خود را بست. بعداً شاید یک دو روز بعد در ازبکستان، در قرقیزستان این حالت تکرار شد و این کشورها هم مرزهای خود را بستند و خود را آماده کردند برای یک حالت دشوار. روز 16 مارس سازمان جهانی بهداشت نامه رسمی زد به رهبریت کشور، به حکومت تاجیکستان که خطر کرونا ویروس تمام جهان را تهدید کرده ایستاده است و ما با تمام جهان این توصیه را کرده ایستادیم. از آن جمله به حکومت تاجیکستان توصیه میکنیم که از برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی خودداری کنید و به جان مردم، به جان اهالی کشورتان بازی نکنید. برعکس باید حکومت تاجیکستان مسئولیت داشته باشد که بدون آنکه کسی از خارج آنها را توصیه کند خودشون چاره‌بینی کنند. اما ببینید دوستان عزیز، حالا باز تکرار میکنم، فرق ندارد شما طرفداری رحمانوف هستید، زیدی رحمانوف هستید، در کدام حزب سیاسی هستید، مخالفید، موافقید، اعضای نهضتید، اعضای مثلا پیمانید، حزب خلقی دموکراتی، این هیچ اهمیت ندارد. بیاییم ما و شما مناسبت کنیم که رهبریت تاجیکستان در مقابل این تهدید جهانی چگونه رفتار کرد. از یک طرف جامعه جهانی بانگ خطر زدند و توصیه کردند. حکومت تاجیکستان با کمال بی‌مسئولیتی، من این را خیلی آرامانه میگم، با کمال بی‌مسئولیتی، حالا که این رفتار از لحاظ حقوقی کوالیفیکاسیون دیگر دارد، اون بهای حقوقیش دیگر است که یک مسئول، یک رهبر کشور وقتی که دست به چنین اقدام ها میزند که ثبات را از بین میبرد، امنیت را از بین میبرد، سلامتی ملت را تهدید میکند، این از لحاظ حقوقی و جنایی بهای دیگر دارد. اما من میگویم که این یک بی‌مسئولیتی کامل بود وقتی که سازمان‌های جهانی توصیه میکنن، متخصصین توصیه میکنن این خطر آماده ایستاده است، یک نفر ده ها هزار شهروند تاجیکستان را جمع میکنه در یک ورزشگاه و مشغول رقص و بازی و تماشا هست و بازم اعلان میکند که با حرف پراکنی شعارگونه که ما ملت تاجدار هستیم و به ما هیچ چیز تهدید نمیکند، در صورتی که یک رهبر یک کشور مسئولیتناک و خودش رو احترام میکردگی، ملتش رو احترام میکردگی باید رفتار درست کند. مثل که حالا من برای شما مثال مرکل یا که مکرون یا کشورهای پیشرفته دنیا را نمیارم، حتی ترامپ که در شیوه رهبریش اینقدر انتقاد هست، اون هم بعد وقتی که در اول اون هم مثل دیکتاتورهای دیگر و پاپولیست‌های دیگر رفتار کرد، اما بعدا دید که نه، این تهدید واقعی است، شیوه رفتارش تغییر کرد. من حتی درباره پوتین گپ نمیزنم که آمد 2 مرتبه در تلویزیون مراجعت به ملت کرد. بیاید حداقل رفتار رهبریت کشور رو با رفتار کشوران منطقه مقایسه کنیم. برای مثال با
ازبکستان با میرزیویف نگوین که حالا در اونجا ویروس هست و در ما نیست. مسئله ویروس مسئله تهدید ویروس جهانی است. اون دیگر ما باید طوری رفتار کنیم که امروز نیست فردا می آید، نه اینکه منتظر شیم که ویروس آمد بعد بگیم که خب در ما ویروس آمد و الان بیاید اکنون چاره های لازمی را بیاندیشیم. حکومت ازبکستان اولین کاری که کرد آمد بسیار شفاف بسیار صادقانه به مردمش مراجعت کرد، گفت که ما در یک حالت بحرانی هستیم. حکومت ازبکستان این برنامه را دارد، به تاجران این امتیازات داده می شود، به مردم این امتیاز داده می شود و از همه مهمش ببینید تفکر دولتی و تفکر یک رهبری معاصر را. میرزیایف آمد نرخ اینترنت را کاملا برای 2 ماه 3 ماه بحرانی بپول کرد. چرا؟ برای آنکه میرزیایف در فکر امنیت اطلاعاتی کشورش است و او میداند که دادن معلومات سری وقتی به ملت چقدر مهم است و از همه مهمش این ملت باید دسترسی به اطلاعات سری وقتی و در حالت لازمی داشته باشد. اینترنت رو بپول کرد، مردم بتوانند از فیلم ها، از نوارها، از گفته های مردم درباره کرونا ویروس استفاده کنند، با یکدیگرش ارتباط داشته باشند. وقتی که در خانه میشیند مردم بیان وقتی خود را با یک سرگرمی که از طریق اینترنت بگذرونند. آنچنان که در اروپا برای مثال بسیاری از سایت هایی که فیلم نشان میداد، برنامه‌های تفریحی داشتن، امروز با خواهش حکومت ها این برنامه ها در اروپا بپول شده دیگر. مردم که پیشتر فیلم ها را، برنامه های تفریحی را با پول میگرفتن از اینترنت، الان همه چی بپول شد. برای چی؟ برای اینکه این کمک به مردم است. اما حکومت تاجیکستان چیکار میکنه؟ در همین شب و روز بحرانی باید به جای آنکه اینترنت را بپول کند یا حداقل اگر بپول کردن نمیتوانی این همت رو نداری همون نرخ پیشینه رو نگه بدارد، میاد در همین شب و روز نرخ اینترنت رو و گفتگوهای تلفنی رو بالا میبرد که این نه به منطق دولتداری راست میآید، نه به منطق سیاست های ضد بحرانی راست میآید و اصلا به عقل سالم راست نمی آید. پس در این صورت دوستان گرامی، بخصوص من مراجعت میکنم به کسانی که طرفدار رحمانوف هستید و سیاست های او با هر قیمتی باشد پشتیبانی میکنید. اگر همین سیاست را، همین رفتار را رهبر یک حزب مخالف میکرد یا یک حکومت دیگر میکرد، شما چگونه بها میدادید؟ حالا شما خود را در تصور کنید در جای شهروندان عادی، اونهایی که دولت معاصر را میفهمند، میدونند که یک رهبری کشوری معاصر چگونه باید رفتار کند، اونهایی که تجربه زندگی در روسیه دارند، در آلمان دارند، در جهان دارند، اونها مقایسه میکنند که جهان چگونه مدیریت کرده ایستاده است کشورهایش رو در حالت بحرانی، رهبریت تاجیکستان چگونه رفتار کرده ایستاده است. شما ببینید پرزیدنت ها میان در رسانه ها با مردمشون گفتگو میکنن درباره کرونا ویروس. تمام پرزیدنت ها شما بگیرید از ترامپ سر کرده که الکی 4-5 مرتبه شد مراجعت میکند، پوتین 2 مرتبه مراجعت کرد، پرزیدنت قرقیزستان، قزاقستان، رهبر تاجیکستان جناب رحمانوف نه تنها درباره کرونا ویروس به ملت از طریق تلویزیون مراجعت نکرده است، بلکه همین وقت را در عین همین بحران میآید نه همچون یک رهبری دولت، بلکه معلوم نیست همچون کی رفتار میکنه. تالا را 2-3 هزار آدم جمع آوری شدن و از یک معذرت میخوام از یک شهروند، از یک دختری عادی دهاتی در مسائل خصوصی اون سوال میکند با مردم درباره کرونا ویروس، درباره آنکه هزارها مهاجری ما در روسیه به جای کار موندن، در کنسلاگرها زندگی کرده ایستادن، اینها صدها هزار جای کاری خود را از دست خواهند داد، اینها چی کار باید کنند، به کجا برگردند. با اینها باید گفتگو کند، با مردمش گفتگو کند، نباید با یک دختر جوانی که بیچاره اصلا خودش رو گم میکند، نمیداند چی بگوید. این رفتار یک رهبری دولت نیست. حالا شما چی طرفدار رحمانید، چی مخالف رحمان هستید، اصلا شاید شما بی‌طرف باشید، اما همچون یک شهروند، همچون یک انسان نباید بی‌طرف بود و اجازه داد که نسبت تقدیر 9 میلیون انسان چنین بازی شود. این است که دوستان عزیز وقتی که ما مسائل را از نگاه سیاسی و دولتداری تحلیل میکنیم، دیگر این ربط به
اپوزیسیا بودن و طرفدار بودن ندارد. شاید که همین مسئله که من گفتم ده ها هزار صدها هزار انسان دیدن، تحلیل کردن و مثل ما موقع دارن. مثلا یک انسانی که خودش را کمتر احترام کند، من نمیگویم زیاد، 5 سال در روسیه، در اروپا، در امریکا زندگی کرده باشد، حتی در کشورهای شرقی هم، او میبیند، میدوند که یک رهبری دولت نباید چنین رفتار کند. اما نه همه امکاناتی صحبت کردن دارن. مردم میترسن، مردم این در داخل کشور هستن. من که در خارج هستم، امروز حکومت رحمانوف به من دسترسی ندارد. این وظیفه من است و وظیفه تمام کسانی هست که امنیتشون تأمین است، در خارج کشور هستند. اینها باید این حرف را بزنند. اگر ما نگوییم، یک کسی دیگر نگوید، تحلیل نکند، به مردم نفهماند، کی مسئولیت رو باید انجام بدهد؟ بنابراین دوستان عزیز، وقتی که ما درباره این موضوع ها صحبت میکنیم، به معنی آن نیست که ما مسئله رو سیاسی کردیم. وظیفه ما هست که این مسئله رو از نقطه نظر سیاست جهانی، سیاست ملی باید بها بدهیم و اشاره کنیم که کمبودی ها در کجا است. وقتی آن رسیده است که جناب رحمانوف، همچنان که من پیشتر توصیه کردم، بیاید از اون جایگاهی که برای خودش تراشیده است همچون پیشوا، بیاید پایینتر همچون پرزیدنت رفتار کند در این شب روز بحرانی. باز تکرار میکنم، پیشتر گفتم، ملت، نه تنها ملت تاجیک، اصلا یگان ملت نیاز به پیشوا ندارد. نیاز به پیشوا یک توده، یک قوم، یک قبیله دارد. ملت تاجیک قبیله نیست. الکی ما، درست که شما تلاش میکنید که ما رو برگردانید به حالت توده‌ای، من خودم نظارت میکنم، میبینم، تحلیل میکنم که تلاش کرده ایستادید که ما رو از سطح رسیدن به یک ملت پایین بیارید به توده، به قوم، به قبیله، یک پیشوا داشته باشد. اما دیگر گذشت زمان، ملت مبارزه میبرد، مبارزه برده ایستاده است و ما حتما این مرحله دشوار را طی خواهیم کرد و این روند ملت شوی را به اتمام خواهیم رساند، چی شما بخواهید چی نخواهید. روند ملت سازی به اون نقطه در کاری که رسید دیگر پیشوا ندارد. منیجر دارد، مدیر دارد، برای 5 سال، برای 10 سال اون را معاش میدهد، انتخاب میکند، بعد 5-10 سال میگه که خداحافظ، و یک نفر دیگر بیاد، نه خدا، نه فرزند، نه کسی دیگر. این است نگاه ما، این است تحلیل ما. حالا با شما محترم طرفداران جناب رحمانوف چه معقول هست یا نیست، ما این نقطه نظر رو خواهیم گفت و در آینده هم چنین رفتار خواهیم کرد. چرا من میگویم که از نگاه دولتداری باید ما رفتار کنیم و از نگاه ملی؟ و من در نام موضوع هم اعلام کردم که چرا جناب رحمانوف در همین شب روزی که بشریت با کرونا ویروس مبارزه برده ایستاده است و تمام نیروهای ملی دولتی روانه شده است به این، رحمانوف می آید دست به کارهای میزند که نباید در این شب روز زده شود. من پیشتر گفتم که نرخ اینترنت رو بالا میبردارد و نرخ گفتگوی تلفنی را، و از طرف دیگر میاد بیناهای تاریخی شهر دوشنبه را خراب میکند. شاید سوال با وجود بیاد که چه ربط دارد؟ مثلا چرا باید در همین شب روزی که پول ملت باید صرفه شود، روانه شود به مبارزه با کرونا ویروس، جناب رحمان میاد یک بینا رو خراب میکند که برای اینم میلیون ها دلار لازم است. اولش اینکه از پول ملت ساخته شد، دیگه که یک بینایی که عمل کرده ایستاده است، در اون پرزیدنت میشیش، در اون شهرداری هست، در اون طبق معیارهای بهترین آرکیتکتوری زمان شوروی ساخته شده است. و از همه مهمش دوستان گرامی توجه کنید، این بینا تا چند سال پیش جزئی در فهرست بیناهای تاریخی تاجیکستان بود که باید به هیچ وجه تخریب نشوند، همچنین چند بینای دیگر. اما جناب رحمانوف میاد این بیناهای تاریخی دوشنبه را تخریب میکنه، در جاش چی میسازد؟ باز از پول ملت، اولش که برای این خراب کردن ده ها میلیون دلار خرج شد الکی برای دیگر بیناها و باز خرج میشه، باز از پولهای ملت میاد برای جاش بیناها میسازد و آن بیناهایی که ساخته میشن در جای این بیناهای تاریخی چگونه بنا؟ حالا شاید برای یک نفری که جوان هست، دنیا را ندیده است، از آرکیتکتور آگاه نیست، از ارزش‌های فرهنگی آگاه نیست، وقتی که میبیند یک بینای بلند آشیانه از سمنت و شیشه و ارماتور قامت افروخت مثلا دبی، مثل جاهای دیگر، شاید چون ندیده است دنیا را، فکر کند که
بهترین ببینید که آبادی شده ایستاده است، بیناهای بلند آشنا شد. اما کسی که دنیا را میشناسد، فرهنگ را میشناسد، شهرداری و شهرسازی را میشناسد، میداند که قدر و قیمت یک بینای مثلا 50 ساله چی است، 100 ساله چی است، 1000 ساله چی است. وقتی که اینها را میداند، دیگر این دنبال اون چند بینای بلند آشیانه سمنتی و شیشگی نیست که در این آن گوشه دنیا ساخته می شود. اگر برای من لازم باشد که این بیناها را تماشا کنم، کافی است که برم مثلا به دبی، به تایلند، نمیدونم به مالزیا، به کشورهای دیگر اروپایی برای یک هفته تماشا کنم. اما نه اینکه وطن خودم را، شهر خودم را، خاطره تاریخی و فرهنگی خودم را خراب کنم، در جای آن بیایم مثلا یک بینای سمنتی حالا چند قبت ها را بنا کنم. بعدن کی گفت است که این بیناهایی که شما میسازید اینا ارزش فرهنگی دارند؟ من تعجب کردم وقتی که فهرست جدید بیناهای تاریخی تاجیکستان را نشر کردن، در اونجا آوردن فلاگشتاک را موندن، اون یک گیم رمزی تاجیکستان را موندن و چند بیناهایی که اخیراً حکومت تاجیکستان ساخت. اینا همگی 5 سال شد ساخته شدن، هنوز یگان زمین لرزه را اینا سنجش نکردن. هنوز یگان انجمن یا سازمان بین المللی ارکیتکتوری اینا را از لحاظ فرهنگ ارکیتکتوری، ارزش ارکیتکتوری بهاگذاری نکرد. کی به شما حق داده است که بیاید یک بینای تاریخی را از فهرست بیرون کنید و بیاید یک بینایی که خودتون ساختید و من میدانم صفت ساختمان شما چگونه است و اون را کی ساخته است، این را وارد کنید جزء فهرست بیناهای ارزشی؟ این حق را ملت به شما نداده است و شما حق هم ندارید. بنابر همین من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان چرا در این شب و روز این کارها را کرد؟ این دو کار را، یکی نرخ اینترنت و تلفن رو بالا بردن، دیگر دست به تخریب بیناها. چون دیده استودند که جهان و مردم درباره کرونا ویروس گپ زده استودند. کاری را که 6 ماه پیش نتوانست انجام داده، ملت واکنش کرد، پیش راهی بلند بردن این نرخ اینترنت را گرفت. امروز اینا درک کردن که الان وقتش است. مردم در فکر سلامتی است، در فکر کرونا ویروس است. اگر ما در همین شب روز نرخ رو بالا بردیم، یگان کس در این باره حرف نخواهد زد. اما ما که مسئله را از بیرون میبینیم، از بالاتر نگاه میکنیم، میگیم که نه، نباید مردم، بله باید مسئله کرونا ویروس رو جدی گرفت، اما نباید اجازه داد که در همین شب و روز از فارغبالی ملت استفاده کرده نرخ اینترنت را و تلفن رو بالا برند که این به امنیت اطلاعاتی ما بخصوص در دوره مبارزه با عاقبت‌های کرونا ویروس خیلی خیلی اهمیت خواهد داشت. و همزمان در مرحله که ما همگی با کرونا ویروس مشغول هستن، اینها میان بیناهای تخریبی را خراب میکنن، باید هیچ کس در این باره گپ نزند. من مراجعت میکنم به تمام هموطنان عزیز، بخصوص به ساکنان شهر دوشنبه، بخصوص به کسانی که شهر دوشنبه برایشان عزیز است. دوستان عزیز، منم سالهای 80 به دوشنبه آمدم، شاید که یک کمی پیشتر از بسیاری کسانی که امروز در دوشنبه وظیفه گرفتن، منصب گرفتن، زن و بچه را آوردن و دارن دوشنبه ما و شما را تغییر میدهند. کسانی که حتی مخالف من هستید، مخالف پیمان هستید، مخالف نهضت هستید، فرق نمیکند. بیاید همگان یک جایه اجازت ندهیم که دوشنبه ما و شما را خراب کنند. من این کلمه رو مخصوص استفاده میبرم. این تخریب دوشنبه است. این پاکسازی ذهنی تاریخی ما و شما است. این تجاوز فرهنگی است. بیاید دست جمعانه با یک صدا دوشنبه را حفظ کنیم، نجات بدهیم. من وقتی که وکیل مجلس نمایندگان بودم و درخت‌ها را می‌بریدن بسیار بی‌رحمانه، درخت‌های شهر دوشنبه را، من که عضو کمیسیون اکولوژی پارلمان بودم، من صدا بلند کردم، گفتم نبرید درخت‌ها را. برای هر درخت باید کمیسیون شود و واقعا بهای اکولوژی تخصصی داده شود که این چقدر ضرر و فایده دارد. اگر برای مثال بسیار لازم است، بله هیچ گپ ندارد یک دو درخت بریده شود. اما در یگان شهر، در یگان گوشه دنیا شما ندیده اید که با یک قرار 3-4 هزار درخت بریده شود و اونم به خاطر بنا کردن چند بینای بتونی و آهنی. این را در یگان گوشه دنیا نمیکنند، اما در تاجیکستان کردند. من صدا بلند کردم، یگان نفر نآمد پشتیبانی کند. بالاخره قدم به قدم حکومت دارد کار خود را انجام میدهد.
اگر ما امروز صدا بلند نکنیم مطمئن باشید فردا یک دوشنبه خواهیم داشتی یک فیلیالی بسیار کوچک و تحقیر شده شهرهای بزرگ دیگر است. چهره دوشنبه از بین خواهد رفت. این شهری است که همه ما و شما در اون تحصیل کردیم، جوانی را گذراندیم، در اون گلگشت ها، در اون خیابان ها گشتیم. پدران ما، مادران ما آن را ساختند. اگر حکومتداران امروزه دوشنبه میخواهند هنری معماری خود را به نمایش بگذارند، بگذار در یک گوشه دیگری دوشنبه کنند. چرا در مثلا اون منطقه که الان از حساب ناحیه رودکی وسیع کرده ایستاده، چرا در اونجا این بیناها را نمیسازید؟ رهبریت قزاقستان برای اینکه المعطا را حفظ کند رفت استانه را ساخت یا آستانه را ساخت که امروز نامش را عوض کردن. خب کشورهای دیگر پایتخت‌ها رو عوض میکنن، شهرها رو در دیگه جور میسازن. شما برای چی شهر آرزو، شهر خاطره های ملت را نابود میکنید؟ در عوض اون برای جای اون بیناها یک چیزی میسازید که بر ذوق بسیار هم ضعیف و ذوق پست معماری شما موافق است. شاید دوستان عزیز اینجا یک سبب است. من حالا اینا نظر خود را میگم، اگر اشتباه کردم اصلاح کنید و من آماده هستم که در این باره باز فکر کنم. بعضی از دیکتاتورها چون یک مریضی دارند و خودشیفتگی دارند، خودشون رو دوست می‌دارند، اینها جرئت نمیکنند بگن که من خدا هستم، من پیامبر هستم، اما میخواهند که در تاریخ نامشون همچون ملت ساز و دولت ساز باقی بماند. برای آنکه این عنوان را بگیرند که الکی رفته ایستادند به این سمت و حالا من نمیدونم عنوانی بعد چند سال باز چی میشود، بالاتر از پیشوا و اساسگذار صلح و وحدت چی را فکر خواهند کرد، اما به نظرم که این روند ادامه خواهد داشت. اینها برای آنکه مردم بخصوص نسل آینده، اونهایی که حالا دوشنبه را خوب ندیدن، تاریخ ملت را خوب نمیدانن، تاریخ جنگ و صلح را نمیدانن، اینها باور کنند که واقعا ما تاجیکان در گذشته هیچ چیز نداشتیم، اصلا یک ملت پراکنده بودیم، قشاق بودیم، بی فرهنگ، بی تاریخ، بی هویت، و یک نفر آمد از جای او، حالا با خیلی خودشون میگن لطف الهی و تقدیر، آمد برای ما وطن ساخت، کشور ساخت، ملت ساخت، شهر ساخت، دوشنبه ساخت، اما قبل از او هیچی نبود. و اینا میخوان بگن که مکدونی ها یا یونانی ها آمدن وطن ما را تسخیر کردن، شکست دادن، فرهنگ ما را بردن از بین. عرب ها آمدن همین کارو کردن، مغول ها، ترک ها، و الان جرئت ندارن بگن که روس ها آمدند یا بلشویک ها آمدن این کارو کردند، چون میترسن از پوتین و از روسیه امروزه. اما میخوان اون قسمت خاطره که از زمان شوروی بود اون رو هم از بالای زمین نابود کنن، از ذهن مردم نابود کنن، و بعد چند سال نسل جوان که اومد ببینن که خب دوشنبه یک دهه بود، امام علی رحمان آمد با حالا هیئتش، با خانوادهش برای ما پایتخت ساخت، برای ما تاریخ ساخت، برای ما امام اعظم ساخت، برای ما اسماعیل سامانی ساخت، برای ما آریایی رو ایجاد کرد، یا که قبل از او هیچ چیز نبود. اصلا قبل نوروز وجود نداشت. نوروز رو که ملت ما با خونش، با جسارتش در طول این چند شاید که 4-5 هزار سال حفظ کرد، حتی در زمانی که بعضی از علمای دین مبین اسلام دانسته یا ندانسته نوروز را حکم کردند که مطابق با شریعت اسلام نیست، ولی ملت آن را حفظ کرد که خدا را شکر امروز علم شرعی اثبات کرد که هیچ مخالفت با معیارهای دینی ما ندارد، اما ملت آن را حفظ کرد با تمام جسارت و وجودش. الان چه دارن میسازن؟ گویا که نوروز وجود نداشت. نوروز رو از یک جشن ملی تبدیل دادن به یک جشن حکومتی و گویا در رأس آن یک نفر ایستاده است و نوروز جشن میکنه. من فکر میکنم که تخریب بیناهای دوشنبه، نه تنها این بینایی که امروز تخریب کرده ایستادن، بلکه چندین بیناهای دیگر، به خاطر آن است که آهسته آهسته از ذهن ما، از خاطره تاریخی ما، نه تنها آثار معنوی را پاک کنند، بلکه آثار فیزیکی را هم، آثار جسمی را هم، بیناها را هم پاک بسازند. وقتی آن رسیده است دوستان عزیز، هموطنان گرامی، که بیایم همچون ملت رفتار کنیم و پیش راه این وندالیزمی
دولتی را بگیریم. من این رو همچون یک وندالیزم دولتی میگم. حالا بعضی دوستان میگن که فرق بین رفتار این گروه و رفتار برخی از گروه هایی که در افغانستان هیکل بودا را نابود کردند به خاطر کدام تفکرات اعتقادی تعصبی خودشان، اونهایی که در سوریه پالمیرا و جاهای تاریخی را نابود کردند، هیچ فرقی نیست. یکی با نام دین و یکی دیگر باز با نام دولت و ملت و با نام دنیوی. اما اصل فهمیش رویش یکی هست. اما اگر با کلمات سیاسی بگیم این یک وندالیزم هست، پیش روی این وندالیزم باید گرفته شود و من از همه هموطنان، از یار و دوستان، از کسانی که دوشنبه براشون عزیز است خواهش میکنم، پیشنهاد میکنم که صدا بلند کنید و حداقل بتوانیم این بیناها را حفظ کنیم. وقتی که ملت خودش رو صاحب شد، وقتی که حکومت تغییر کرد که حتما تغییر میکند، ما باید بگیم که ملت تاجیک یک تاریخ داشت. از زمان گذشته کسانی که آمدند وطن ما را تسخیر کردند، این قسمت را تخریب کردند، از بین بردند، در جایش این را ساختند. یونانی ها این کار را کردند، این قسمت را تاریخ کردند، ولی بعضی چیزها را ساختند. عرب ها آمدند همون کار، مغول ها، ترک ها، بلشویک ها آمدند همون کار. الان حکومت های بعدی این کار را کرده ایستادند. ملت باید بداند که در تاریخش چی بود. آلمانی ها امروز اگر کسی برلین برود، حتی همون هیکل واین اسابدیتل که شاید از لحاظ معماری یگان ارزش نداشته باشد، بگذار این را اکسپرت های معماری بگویند، اما حکومت با عقل آلمان گفت که این جزء تاریخ ما است. اگرچه یک ارتش دیگر آمد ملت ما را شکست داد، اما این در تاریخ ملت ما وجود داشت. این هیکل رو نگه داشتند. در داخل بینای ریخستاگ اون قسمتی که در اونجا ثبت‌های یا که نوشتجات زمان جنگ دوم جهانی هست که یک قسم زیادش تحقیر و حقارت و دشنام به آلمانیا هست، آلمانیا آمدن اون رو حفظ کردن، بالایش رو با یک مواد شیمیایی کشیدن که دیگر در هزار سالها حفظ شود. اینها نه آمدن نابود کنن گویند که این صحیفه های بدی تاریخی ما هست. آلمانی های به عقل میگن که ملت آلمان در طول تاریخش صحیفه خوب داشت، صحیفه بد داشت، بگذار همه این حفظ شود. چرا ما ملت تاجیک از چی میترسیم که باید که از آثار ملت، از ذهن ملت باید که همه چیز رو نابود کنیم، از زمان یونانی ها، از زمان عرب ها، از زمان ترک ها، بلشویک ها، و بعد بگیم که تنها یک نفر بود که ما رو نجات داد. من فکر میکنم که باید پیش رو این گرفته شود و من در همینجا صحبت خود را به انجام میرسونم. اگر سوالهایی داشتید، گفتنی‌هایی داشته باشید، ما چند مدت دیگه در خدمت شما هستیم و حالا خواهش میکنم از کارمندان اگر سوالی بود به ما بدهند تا اینکه ما سوال و جواب رو ادامه بدیم. آیا سوالی هست؟ خب حالا دارد سوالها رو آماده میکنن و مثل که سوالها الان وارد شد و نوشته ایستادن. خب کافی از هر سوالی که هست به من بدید و جواب خواهم داد. همون دراز کن که سوالها را کافی است. دیگر فکر نکنم که به همه سوالها ما بتوانیم در این لحظه جواب دادن و شاید چند دقیقه در خدمت دوستان باشیم. خب سوال آمده است که حکومت به کدام سبب وجود کرونا ویروس در تاجیکستان رو رد میکند؟ خواهشمندم به سوال جواب دهید. من قبلا گفتم دوستان عزیز، خیلی کوتاه جواب میگم. شاید احتمال زیاد و من دعا میکنم که چنین باشد، در تاجیکستان ویروس وارد نشده است و یا اگر وارد هم شده باشد هنوز ثبت نشده است. چرا ما خب اگر به حکومت باور نمیکنیم بیاید به همون دکترها باور کنیم. برای مثال من همین صبح صحبتی مسئولین تیبی ولایت سوخت را گوش کردم با دقت و اونها هم گفتن، تصدیق کردن که ثبت نکردن. اونها نگفتن که نیست در تاجیکستان، اونها میگن که تا به حال ما ثبت نکردیم. بنابر همین بیاید هر چیزی که مسئولین میگن به همون، یعنی سیاست‌های خود را بر مبنای همون بریزیم. اگر خدای نکرده بعد معلوم شد که در تاجیکستان این حالت پیدا شد، ما دو حالت داریم. یا اینکه میگیم که در تاجیکستان بود است و ثبت نشد، متخصصان کشف نکردن،
یا نفرهای مریض نآمدند خود را آشکار کنند، یا این بود ثبت شده بود و حکومت تلاش کرد که آن را پنهان کند با دلیل هایی که در نزد خود داشت. دوستان عزیز، شاید در همین جای نکته را بگم، تا امروز به دست ما شاید ده ها خبر آمد با نام بیمارستان، نام بیمار و نام دکترهایی که این خبر دادن که در تاجیکستان این چیز هست. اما ما از این خبرها استفاده نمیکنیم و من خواهش کردم از بعضی دوستان که با رسانه‌ها سر و کار دارن این خبرها رو در رسانه‌ها نمونن. چرا؟ برای آنکه تأیید آن، اثبات آن دشوار است. و از طرف دیگر اگر خدای نکرده این خبر دروغ باشد، ما سبب پنهان کردن یک آوازه و خبرهای دروغ به اساس میشن که باعث تشویش مردم، باعث بی‌ثباتی و ناراحتی مردم میشود. ما بیایم منتظر شویم. البته این فعالیت خود را ادامه بدهیم. من خواهش میکنم از تمام مردم، اگر دلیل دارید، مثل که خبرگزاری مستقل میکنند، ازیا پلوس خیلی خوب رفتار کرده ایستاده است، دقیق رفتار میکند، آزادی خیلی خوب رفتار کرده ایستاده است، اگرچه متاسفانه بعضیا غرضناک میآیند و کارهای حرفه‌ای آزادی و ازیا پلوس را زیر سوال میبرند. هنوز در تاجیکستان کسی نگفته است که، یا کدام رسانه نگفته است که در کشور ما کرونا ویروس ثبت شد. مردم میان درباره حالت‌های میگن که میتواند نشانه از وجود کرونا ویروس باشد، اما بعدا وقتی که اثبات شود که یا مسئولین بگن که نیست، همگان گپی رو تکرار میکنن. بنابراین ما هم باید بسیار با احتیاط رفتار کنیم و اون خبرهایی که به ما میرسد ما هنوز رسانه‌ای نکردیم و با دوستانم میگیم که معلومات رو جمع آوری کنید. نادیده نباید گرفت، اما در رسانه‌ها نباید نشر کرد، زیرا اثبات اون خیلی دشوار هست. و شما دیده ایستاده چرا رهبریت کشور نمی آید بگوید که در تاجیکستان ما ویروس نیست، برای آنکه نمیخواد این مسئولیت رو به دوش بگیرد. اگر مبادا فردا اعلان کردن این مسئولیت رو بعد به دوش رهبری خدمات بهداشتی ولایت سوخت یا حد اکثر به دوش وزیری تندرستی تاجیکستان میگذارن که اون گفت که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. ما کو نگفتیم. یکی از سببی که رهبریت تاجیکستان خاموش است، در این باره صحبت نمیکند، نمیخواهد که در آینده پیش ملت جوابگو باشد و ملت را متهم کند که چرا به ملت دروغ گفتید. بنابراین ما دوستان عزیز باید بسیار با احتیاط رفتار کنیم. یک سوال دیگر است: چرا حکومت در سختی برای ملت یاری نمیرساند؟ چرا شما خاموشین و چرا مردم را به کوچه ها دعوت نمیکنید؟ بله دوستان عزیز، ما مردم را هنوز هم به کوچه ها دعوت نمیکنیم، اگرچه میدونیم که این حق مردم است، حق یک ملت است، به خاطر آنکه حالا فکر میکنیم که شرایط نرسیده است. اما چرا حکومت در این روزهای سخت برای ملت یاری نمیرساند؟ این را باید از حکومت پرسید، نه از ما. ما پیمان ملی تاجیکستان اون کاری که از دستمون میآید کرده ایستادیم. ما 10 پیشنهاد خودمون را به حکومت پیشنهاد کردیم که همه اش نه به کرونا ویروس بلکه به بحران بعد از کرونا ویروس ربط داشت که مسئولیت خودمون را انجام دادیم. خود همین روز دوستان عزیز پیمان ملی تاجیکستان نامه به چندین سازمان‌های بین‌المللی فرستاد و ما حالا نمیگم به کدام سازمان‌ها که باز نبیان که از فرصت سوء استفاده کرده ایستادن. ماهیت و مضمون این نامه ها چی است؟ ما دقت این سازمان های بین المللی را که به مهاجرین در سراسر دنیا ربط دارند به آن جلب کرده ایستادیم که امروزها ده ها هزار مهاجری تاجیک در روسیه، در قزاقستان، در ترکیه، در دیگر کشورهای دنیا با مشکلی ها روبرو شدند. یک قسمی از این مشکلی های طبیعی هست، این در نتیجه این بحران با وجود آمده است. یک قسمی از این مشکلی ها در نتیجه ناعهده‌باری حکومت تاجیکستان شده ایستاده است. تمام کشورهای دنیا نسبت شهروندان خود چه در داخل کشور چه در بیرون علیه اقدام‌های لازمی را دیده ایستادند. غیر از حکومت تاجیکستان به نوروز و به چاره‌بینی ها مشغول است. رهبریت کشور با سلفی گرفتن در پارک و در نزد گلها مشغول است. مهاجرین تاجیک در کنسلاگرها، در حالت‌هایی که به ترمه مانند است در روسیه، در شاید کشورهای دیگر در این وضعیت زندگی دارند. کاری که از دست ما میآید دوستان گرامی این است که
آرامانه بدون آنکه به کسی چیزی بگیم به این سازمان های بین المللی نامه فرستادن و درخواستی کمک به مهاجرین تاجیک در اون جایهایی که به این مشکل گرفتار شدن. برای مثال نامه‌ای که همین روز ما فرستادیم روانه شده است با آنکه حکومت تاجیکستان با دلیل‌های گوناگون این هزارها شهروند تاجیک را به تقدیر خودش پرداخته است، بیاین سازمان‌های بین المللی به مشکلات آنها رسیدگی کنند، با حکومت‌های روسیه، قزاقستان وارد گفتگو شوند و بتوانند در مسئله پتنت آنها، در مسئله جایی که آنها نگهداری میشوند با این کشورها وارد گفتگو شوند. برای مثال در روسیه این خبرهایی که به ما رسید، مردم مهاجرین ما در کنسلاگرها جای داده شدند و اصلا تقدیر آنها معلوم نیست که آنها چند هفته در اونجا خواهند ماند، چند ماه خواهند ماند، بعد با اینها چی کار میکنن، اینها چگونه غذا میخورند، آیا دسترسی به اینترنت به تلفن دارند، شرایط بهداشتی آنها چی هست. اگر حکومت تاجیکستان به این مشکلات شهروندان خود مشغول نشود، کی باید مشغول شود؟ در این صورت وظیفه ما و شما دوستان این است که هم از حکومت طلب کنیم و هم به سازمان‌های بین المللی مراجعت کنیم که با این دلیل‌ها ما از شما خواهش میکنیم که به شهروندان ما در خارج دست کمک دراز کنید. دوستان گرامی، من حالا میخواستم شاید که در آینده یک صحبت علاهیده درباره مهاجرین، وضعیت مهاجرین داشته باشم. فقط این جمله را به شما میگم که مهاجرین تاجیک، بخصوص کسانی که در قزاقستان، در روسیه کار میکنن، اینا خوراننده، اینها تأمین کننده زندگی ما و شما در تاجیکستان هستند. حکومت تاجیکستان، شما از پول اینها رقص و بازی دارید. مردم تاجیکستان، کسانی که در داخل هستید، مهاجرین به ما و شما پول فرستاده ایستادند و کسانی که در خارج هستید مثل من، مثل ده ها هزار دیگر که در اروپا زندگی میکنید، مهاجرین مهنتی تاجیک خش و تبار ما را در داخل کشور ده ها سال خوراندند. امروز آسیب پذیرترین قشر تاجیکستان از همه گروه مظلوم، گروهی که گر دست و پاچش از همه جا کنده شده است، محتاج کمک ما و شما هست. مهاجرین مهنتی ما هستند که در روسیه، در قزاقستان، در ترکیه، شاید در کشورهای دیگر در ماندند، نمیدانند چیکار کنند، نمیدانند آینده آنها چی است. وظیفه ما و شما، وظیفه انسانی، وظیفه حکومتی، وظیفه اپوزیسیونی ما و شما این است که بیایم هر کدام در چارچوب صلاحیت خودمون به اینها کمک رسونیم. حکومت تاجیکستان را باز دعوت میکنیم بس کنید این تهمت بافی و سیاه کردن اپوزیسیون را و دیگر بس کنید، این کارهای بیهوده رقص و بازی را. بیاید تمام اون پولهایی که مانده است در اختیار بودجه روان کنیم به چاره‌های پیشگیری از بحران و به آسان کردن وضعیت مهاجرین خودمان در روسیه، قزاقستان و جاهای دیگر که در این مشکلات در افتادند. حداقل این کار را انجام دهیم. ما شاید زبانمون دراز باشد که فردا که ما در این حالت بحرانی این کار را کردیم، وگرنه مطمئن باشید دوستان تاریخ ملت ما را نخواهد بخشید. امروز اگر خاموش باشیم نسبت تقدیر این هموطنان خودمون در روسیه، فردا این همچون بومیرنگ به ما برخواهد گشت و همین مهاجر تاجیک بعد خواهد گفت که در دشوارترین لحظه زندگیش کی چگونه رفتار کرد، رحمانوف چگونه رفتار کرد، وزیر امور خارجه چگونه رفتار کرد، سفیر تاجیکستان چگونه رفتار کرد، رهبری پیمان چگونه رفتار کرد، اپوزیسیون چگونه رفتار کرد. من چون نامی سفیر را گرفتم، من خواهش میکنم از سفیران، بخصوص سفیر تاجیکستان در روسیه، بسیار یک انسان واقعا وارسته هست. من ایشان را خوب میشناسم زمانی که سفیر در اروپا بود و جاهای دیگر. البته این نکته رو هم بگم که هر کسی رو من تعریف کنم، رحمانوف فکر میکند که یا طرفدار ما است یا ما طرفدار او هستیم. در دوشنبه وقتی یک نفر رو در یک رسانه تعریف کردم، یک وزیر رو، اون به من زنگ زد گفت که محیدین من به خودت چی بدی کردم؟ گفتم چی شد؟ گفت دیروز در ازپیلوس در مصاحبت ما رو تعریف کردی. گفتم خب کاری خوب کردی، تعریفت کردم. گفت خواهش میکنم هیچ وقت خودت ما رو تعریف نکن که به ضرر من انجام بشود. من بعد از نزدیک میگم برای چی. خب گفتم خیلی خوب، من دیگه تعریف نمیکنم.
اما نشود که باز نسبت این سفیر خوبمان همین کار تکرار شود. من چون رفتار او را دیدم و پیگیری کرده شدم، اما در همین لحظه آخر، در روزهای آخر او را در وضعیت دشوار گذاشتم. خیلی در چارچوب امکانیتاش کار میکند. من میدونم که امکانیات زیاد ندارد، اما جناب سفیر وقتی میگوید که ما در فرودگاه دیگر تاجیک نداریم و این مشکل حل شد، این عیب است. این را نباید بگوید یک سفیر. بله ما در فرودگاه نداریم، اما او را از فرودگاه بیرون کردن، در یک حالت بدتر گرفتار شد اکثرش. خب خدا اجر دهد و ریسک اون تاجران رو بیشتر کند که چند نفر رو آوردن در منزلشون جا کرده ایستادن. اما وظیفه یک حکومت، یک سفارت، یک وزارت خارجه این است که از فرودگاه منتظر نشود که حکومتداران روسیه اونها رو بیرون کنند. اون چند صد نفر رو بیارد، مثل که حکومت ازبکستان رفتار کرد، در هاستل ها با 3 وقت خوراک گرم جا کند. شما حکومت، شما دولت، اما همین که پلیس روسیه اونها رو بیرون کرد از فرودگاه و چند بیزنسمن اونها رو غذا میدهد، سفیر بیاد بگوید که من این مشکل حل شد در فرودگاه نیست، این واقعا عیب است. اما من میدونم که شما را در این وضعیت دشوار گذاشتم. خواهش میکنم از مسئولین هر کدام کاری خود را انجام بدهید و از وضعیت مهاجرین سوء استفاده نکنید که حالا یک خدمتی را کرده باشید یا که ما این کار را کردیم. ما و شما داریم مسئولیت خود را انجام بدهیم. خب یک مهاجر گفته است، نوشته است، مثل که این سخنرانی مرا گوش کرده ایستاده است در آنلاین، گفته است بیناها را چیکار میکنید؟ وضعیت ما مهاجرین روسیه و قزاقستان رو بگید. بله دوستی عزیزم، برادر گرامی هم شما درست میگید. شما در حالت قرار دارید که باید همه درباره شما گپ زنن. من مطمئنم که باور دارم، دعا میگویم که این وضعیت شما به زودی حل شود و بعد شنیدن این سخنها حکومت هم باید کار کند، سفارت هم، سازمان‌های بین‌المللی هم. نه اینکه برای آنکه ما گفته ایستاده ایم، نه گپی ما رو شاید که حکومت اینا بعد نگیره، سازمان‌های دیگر، برای آن گفته ایستادم که شاید بعد این سر و صداها همگان جمع شویم و در فکر شما باشیم که شما را چی کمک برسانیم. اما برادری عزیزم، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه بعد انشاءالله این مشکلات حل خواهد شد. شما هم از اون وضعیت بیرون می آیید، کرونا ویروس هم تمام می شود. اما اون ولنگاری، اون تاریخ سوزی که حکومت تاجیکستان با خاطره ما، با شهر ما، با وطن ما کرده ایستاده است، این برای ابدی از بین خواهد رفت. کرونا ویروس بعد 6 ماه، بعد 1 سال تمام می شود. شما هم از این مشکلی بیرون می آیید، اما تا ابد، تا روز قیامت این خاطره ملی ما زدوده می شود، پاک می شود. ما باید فکر آینده را کنیم، فکر معنویات خود را کنیم، فکر تاریخ ما را کنیم. این است که دوستی عزیزم، مهاجر محترم، ما را ببخشید که در پهلوی مشکلات شما ما صدای ملت را، صدای گذشتگان ما را هم بلند میکنیم و صدای آینده ها را هم. کسانی هم که هنوز تولد نشدند، اونها هم صاحب این فرهنگ هستند، صاحب این وطن هستند. ما باید برای آنها یک وطن، یک پایتخت، یک شهر، یک تمدنی کنده نشونده ملی را میراث بگذاریم. ما به نسل‌های آینده دوست عزیزم نباید فقط قرض در نزد چین را میراث بگذاریم. امروز کسی که تولد نشده است الکی $300 از شرکت ها یا از بانک چین قرضدار هست. کسی که هنوز تولد نشده است قرض میراث میگیرد. حالا که ما همچون ملت و رحمانوف همچون پرزیدنت و من همچون رهبر پیمان ملی تاجیکستان باید کار بکنیم که با اون نوزاد تولد شده قرض میراث ندهیم، تاریخش رو با میراث بگذاریم، پایتختش رو با میراث بگذاریم، زبانش رو، خطش رو، دینش رو، فرهنگش رو با میراث بگذاریم. اما این حکومت چیکار میکند؟ با نسل‌های آینده ما 4 بینای سمنتی به میراث میگذارد، قرض را به میراث میگذارد، تمام خاطره فرهنگی و تاریخی ما را از بین میبرد. من شما را درک میکنم، میفهمم. انشاءالله که هم درباره شما خواهیم گفت و هم درباره مشکلات فرهنگ و تاریخمون. اگر سوال دیگر هست
دیگر سوال نیست. حالا دوستان اشاره کردند که سوال دیگر نیست، به این هم یک کمی طولانی شد صحبتیمان. خب برادران عزیز، خواهران محترم، هموطنان گرامی، در همین جا ما با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله تلاش میکنیم که در نزدیکترین فرصت باز یک صحبت دیگر داشته باشیم و خداوند وطن ما را، ملت ما را در پناه اسمت خودش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.